میدونی خلط گلو از اون دسته از عارضه هاییه که اگه زیاد باشه احساس خفگی به شما دست میده؟ خلط نوعی ماده ژلاتینی و لغزنده است که به وسیله سلول‌های مخاطی بینی و سینوس‌ها توی بدن تولید میشه. این ماده نقش فیلتر رو در بدن داره و از ورود گرد و غبار، آلودگی و عوامل بیماریزا مثل ویروس و باکتری به بدن جلوگیری میکنه. همچنین خوبه بدونید این ماده دارای آنتیبادی و آنزیم‌هاییه که از بدن در برابر عفونت‌ها محافظت میکنه. اما این همه ماجرا نیست. آخر همین ویدیو میخوام بهتون بگم که ساده ترین راهکار برای از بین بردن خلط گلو چیه. میتونید حدس بزنید بدن روزانه چقدر مخاط تولید میکنه؟ بذار بهتون بگم. بدن روزانه 1.5 لیتر مخاط تولید میکنه، اما ما اصلا متوجه اون نمیشیم مگر اینکه بیمار بشیم یا به هر دلیلی حجم تولید اون در بدن ما بیشتر بشه، مثل وقتایی که سرما میخوریم. حالا دلایل ایجاد خلط گلو چیه اصلا؟ یکی از دلایل این مسئله آلرژی یا حساسیته. یکی دیگه از دلایل شایعش هم انحراف تیغه بینیه. در ضمن فراموش نکنید برخی غذاها مثل غذاهای پرادویه تولید خلط رو بیشتر میکنه. در کل جمع شدن خلط در گلو شما رو اذیت میکنه و بایستی به طور مداوم گلوی خودتون رو پاک کنید. به دلیل اینکه وجود خلط گلو رو تحریک میکنه و حاوی مواد التهابیه، باعث میشه که شما سرفه کنید و اغلب شبها هم بدتر میشه. در حقیقت خلط پشت بینی شایع ترین علت سرفه‌های طولانی مدته و ریختن خلط پشت بینی به گلو باعث خشک شدن صدا و درد گلو میشه. اما هر رنگ خلط گلو نشانه چه مشکلی در بدنه؟ حالا قبل از اینکه با این رنگ‌ها و بیماری‌ها آشنا بشی، لطفاً این ویدیو رو لایک کن. رنگ سفید به معنای احتقان بینیه. رنگ سبز به معنای بیماری‌های مانند سرماخوردگی یا آنفولانزا که در این مواقع سلول‌های دفاعی آنزیم‌هایی به رنگ سبز دارن. به همین دلیل وقتی که دچار سرماخوردگی میشید، هر بار که سرفه، عطسه یا فین میکنید، همراه مخاط سبز رنگ عوامل بیماریزا از بدن شما خارج میشن. رنگ زرد یعنی اینکه بدن در حال مبارزه با یک عفونت خفیفه. اما وقتی صحبت از خلط قرمز در گلو میشه، یعنی در قسمتی از دستگاه تنفسی خونریزی وجود داره. مثلا متورم شدن مجرای بینی میتونه باعث خونریزی بشه. این خون به سمت گلو حرکت میکنه و باعث قرمز شدن خلط گلو میشه. بیماری‌هایی مثل سل، آبسه یا سرطان ریه هم از دیگر دلایل قرمز بودن مخاط گلو هستند. و آخرین رنگ خلط گلو که قهوه‌ای و مشکی رنگ است میتونه نشان دهنده عفونت‌های مزمن باشه و خونریزی علت اصلی اونه. البته مصرف مواد دخانی مانند سیگار هم میتونه علت اون باشه. بهتره بدونید افرادی که به طور مداوم در معرض دود سیگار قرار دارن خلط قهوه‌ای یا مشکی دارن. حالا میرسیم به درمان خانگی خلط گلو. بخار درمانی باعث میشه مخاط و خلط از بین بره و سریعتر از بدن خارج بشه. به این صورت که آب در حال جوش رو در یک دیگ یا کتری بریزید و بلافاصله به یک کاسه بزرگ منتقل کنید. در این مرحله میتونید 2 قاشق غذاخوری گیاه خشک مانند رزماری یا آویشن، نعنا، استخوان‌دوس، اوکالیپتوس یا حتی چند قطره از اسانس‌های 100% خالص رو در آب بریزید. بعد حوله رو روی سر خود قرار بدید و روی کاسه خم بشید. سپس 10 دقیقه روی کاسه نفس بکشید. دمنوش زنجبیل و فلفل سیاه و عسل هم بسیار موثره. کافیه مقداری زنجبیل و 1 فنجان آب رو حداکثر به مدت 3 دقیقه بجوشانید. سپس عصاره به دست اومده رو با عسل و فلفل سیاه مخلوط کنید. حداقل 3 بار در روز این معجون رو بنوشید. این ترکیب معجونی فوق‌العاده برای کاهش خلطه. همچنین سرفه، سرماخوردگی و گلودرد و آبریزش بینی رو هم درمان میکنه. اگه تا اینجا از ویدیو خوشت اومده، قطعاً آخرین مورد شگفت زدت میکنه، چون یک راه درمانی بسیار ساده است. پس تا انتهای ویدیو رو ببین. نوشیدن مقدار زیاد مایعات، به خصوص مایعات گرم، کمک میکنه تا مخاط و خلط به جریان بیفتن و گرفتگی کم بشه. سعی کنید که از انواع مایعات مخصوصاً سوپ استفاده کنید.
و یکی از قوی ترین و قدیمی ترین داروهای خانگی درمان خلط گلو روغن اوکالیپتوسه که این روغن نباید به طور مستقیم به پوست اعمال بشه و هرگز نباید اون رو بخورید. برای استفاده از این روش مقداری روغن اوکالیپتوس رو با روغن‌های رقیق کننده مانند روغن نارگیل مخلوط کنید و در ناحیه قفسه سینه بمالید. این روغن باعث بروز سرفه و تخلیه خلط از بدن شما میشه. همچنین میتونید از ترکیب سیر و عسل و یا سیر رو به تنهایی استفاده کنید. لیمو برای شل کردن مخاط و خلط گلو بسیار مفیده. لیمو علاوه بر این که ویتامین C داره، حاوی خواص ضد باکتریایی هم هست که به بهبود مقاومت بدن در برابر عفونت‌ها کمک میکنه. کافیه 2 قاشق چایخوری آب لیمو رو با 1 قاشق غذاخوری عسل خام و 1 لیوان آب جوش مخلوط کنید. اون رو به خوبی هم بزنید و حداقل 3 بار در روز از اون بنوشید تا به تسکین گلوی شما و کاهش تولید خلط کمک کنه. شستن دهان با آب نمک هم یکی از راه‌های خلاص شدن از شر خلط گلوه. آب گرم گلوی ملتهب و حساس شده شما رو تسکین میده و نمک توانایی از بین بردن باکتریایی رو داره که باعث عفونت میشن و از این طریق تولید خلط کاهش پیدا میکنه. کافیه 1 قاشق چایخوری نمک رو با 1 لیوان آب ولرم مخلوط کنید. خوب هم بزنید و این محلول رو در دهانتان غرغره کنید. باید این کار رو در روز چند مرتبه تکرار کنید. و آخرین مورد و ساده ترین راهکار کمپرس گرمه که برای تخلیه مخاط میتونید کمپرس گرم رو در مناطق تحت تاثیر قرار بدید. 1 حوله کوچیک رو با آب گرم خیس کنید یا حوله رو 30 ثانیه در مایکروویو قرار دهید. این حوله رو روی چشم‌ها، بینی و گونه خود قرار دهید و 3 دقیقه بگذارید بماند. این روش رو 2 تا 6 بار در روز تکرار کنید تا تمام مخاط به سادگی خارج شوند. حالا توی کامنت ها به هم بگید که به نظر شما کدوم یکی از این راهکارهای درمانی که گفتیم ساده تر بود؟